ما تو رمضان بچه ها درباره هم درس عقیده خوندیم، هم اخلاق کودک مسلمان خوندیم، درباره 5 رکن اسلام گپ زدیم. آره این چیزهای گفتیم و تمام کردیم. اکنون کمتر درس تفسیر میخونیم و کمتر درس عقیده میخونیم. یکم اگر من به شما گویم که ما انشالله درس عقیده میخونیم کم کم، معنای عقیده به فکرتون چی است؟ معنای عقیده کی میگوید؟ ها معنای عقیده چی است؟ فطری روزه عقیده می شود. این طلبه های نوی ما هستن به فکرم تماما هوششان در درس نیسته. فطری روزه به عقیده هیچ رابطه نداره. معنای عقیده اگر ما گفتیم که بچه ها ما درس عقیده میخونیم، معناش این است که ما درس خداشناسی میخونیم. الله رو چه خیل شناسیم، چه خیل به الله ایمان بیاریم، چه خیل به پیامبران ایمان بیاریم، چه خیل به روز قیامت. عموما هر چیزی که ما به آن ایمان باور داشته باشیم با قلب ما، این درس عقیده. درس عقیده اساسا درباره ایمان ما به الله صحبت میکند. معنای ایمان چی است؟ معنای ایمان چی بود؟ من به الله ایمان دارم میگویم. معنایش چی است؟ باوری دارم. من به الله باوری دارم. 100% میدونم که الله وجود دارد. یعنی باور کردن به الله، باور کردن به روز قیامت و به فرشته ها و به پیامبران، همه اینها رو ما در عقیده میخونیم. پس اگر به شما ما گوییم که ما درس عقیده میخونیم، ما درس یعنی چگونه ایمان آوردن به الله، چگونه شناختن الله، چگونه شناختن پیامبران، اینها رو در کدام درس میخوندیم؟ عقیده. تمام. بعد ما درس تفسیر میخونیم کم کم. بچه ها کم کم درس تفسیر میخونیم. معنای تفسیر به فکرتون چی است؟ تفسیر کردن قرآن. یعنی تفسیر کردن قرآن معنایش چی است؟ ترجمه کردن. معنای قرآن رو فهمیدن. اگر ترجمه کردیم ما بسیار چیزا نمیفهمیم. معنای قرآن رو فهمیدن رو چی میگوین؟ تفسیر میگن. یعنی درس تفسیر میخونیم. گفتیم درسی معنای قرآن میخونیم. معنای قرآن رو فهمیدن رو چی میگوین؟ تفسیر میگوین. درس عقیده چی بود است؟ درس عقیده چی؟ عقیده خداشناسی. آره الله رو شناختن رو ما چی میگیم؟ درسی عقیده میگیم که چی؟ اکنون نگاه کنید بچه ها، همیشه شما کجا نروید از شما میپرسن که دینی شما چی هست؟ همیشه نه؟ تو در کدام دین هستی میگوین؟ تو در کدام دین هستی؟ ما چی میگویم؟ چی میگویم؟ ما در دین اسلام هستیم. ما در دین اسلام هستیم. کلمه دین منو چی به فکرتون؟ من در دین اسلام هستم. یا میگویم که فلانی، نگاه کنید یک دقیقه، فلانی دین ندارد میگویم. فلانی کافر است، دین ندارد. همین خیلی بدین هست میگویم. اما ما میگیم الحمدلله ما دین اسلام. معنای دین چی هست؟ معنای دین چی هست؟ کی میگوید؟ دین. معنای دین چی هست؟ دین الله میگویم. دین چی هست معناش؟ میفهمیم؟ دین باوری کردن به الله معنایش ایمان است. اما دین قانون الله کتی زندگی کردن دین میگویند. دین یعنی قانون الله، روش زندگی که الله به شما میگوید انا همین خیل باید زندگی کنی، همین خیل باید خوری، همین خیل باید بگویی، همین خیل باید نماز خونی. عموما تو چی کار باید کنی در همین دنیا، اینها همش قانون الله. همین قانون الله چی است؟ روش زندگی ما دین است. فهمیدید؟ و آدم بدین هست گوید و یگان گپ الله گوش نمی کند و یگان خیلی قانون الله کتی زندگی نمی کند. آدمی دیندار قانون الله کتی زندگی می کند. اکنون نگاه کنید قانون الله بچه ها، قانون الله ما از کجا می فهمیم که همین گپ الله هست؟ گفته های الله در کجا ما می خوانیم؟ در قرآن یا در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بعدن گپی علما. اکنون این درباره دین بود. یعنی دین
راه و رویشه که الله برای ما چیکار کردگی هست؟ قانون هم میدونید نه؟ با روسی قانون چی میشود؟ با روسی قانون چی میشود؟ زکان میشود. اکنون نگاه کنید، دین ما راه و رویشه که ما به همان نگاه کرده زندگی میکنیم اسلام است میگوییم. ها؟ الله چی میگوید؟ این الدین عند الله الاسلام، یگانه دین در نزد الله اسلام است. معنای اسلام چی است بچه ها؟ ها؟ معنای اسلام چی است؟ مادرها همراه نشوید با درس که درس ویران میشود. معنای اسلام چی هست؟ خدا تسلیم کردن. ها؟ خود را تسلیم کردن. کی گفت خود را تسلیم کردن؟ بس یعنی بگو چی خود را تسلیم کردم. چرا زیاد خنده میکنی امین؟ صورت شریکت هر دویت هم در درس بودنت خیلی بیزیب است. هر دویتون هم خورید شوید. شهید دادن که به غذا خدا هم بچه ها نگاه کنید. شهید دادن به بیشکنز. معنای دین من گفته ایستادم که معنای دین چی هست؟ شما دین رو گفتید یا گفتیم. اکنون به من بگوید که معنای اسلام چی هست؟ دینی ما اسلام است. معنای دین چی؟ یعنی معنای دینی من اسلام است. معنای اسلام چی هست؟ پرستی. شهید دادن بیشکنز به غذا خدا. کلمه شهادت دادن. بچه ها نگاه کنید، معنای اسلام هر چی که الله به ما میگوید قبول کردن و اجرا کردن است. الله به تو کدام کار رو نگوید الله من قبول کردم، من به گفته ای تو عمل میکنم، گفته تسلیم شدن. تسلیم معناش میدونید؟ تسلیم به روسی چی میشود؟ یگان کسی یادشانده هست؟ بسیار بچه ها درسی هستن. ها؟ تسلیم هر چی که الله به شما میگوید که همین کار رو کن، شما میگید من میکنم، من انجام میدهم. نمیپرسید چرا کنم؟ نه من نمیکنم. نه، الله گفت نماز خوان، شما گفتید من نماز میخوانم پروردگار. الله به شما گفت بچه ها باید مثلا روزه گیرن، میگید من روزه میگیرم انشالله. هر چیزی که الله به شما گفت، گفته الله رو انجام دادن رو چی میگوین؟ گوش کرده، قبول کرده انجام دادن اسلام میگن. اسلام یعنی تسلیم شدن به هر چیزی که الله به ما فرموده است. فهمیدید؟ ایمان معنای ایمان آوردن یعنی باور کردن به یگانگی الله. اما معنای اسلام تسلیم شدن، قبول کردن همه گفته های الله و اجرا کردن آن. گفته الله عمل میکنی. پس یگان کس مثلا الله میگوید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، شما نماز خونید، اگر بای باشید زکات دهید. یک کس میگه برای چی زکات میدم؟ من زکات نمیدهم. و مسلمان گفته میشود؟ نه نمیشود. برای چی نمیشود؟ محمد صالح برای چی نمیشود؟ برای که انکار میکنه. برای اینکه انکار کرد، گفته الله قبول نکرد. معنای اسلام و مسلمان بودن هر چیزی که الله گفت آن را قبول کردن و عمل کردن. کسی گفت که من قبول ندارم، وای 100% از اسلام بیرون می شود مگر ندانسته بیخبر گفتم. گفت اکنون به من بگوید بچه ها، به من بگوید که ما دینی شما چی هست؟ گوید چی می گفتیم؟ دینی ما اسلام است می گفتیم. دینی تو اسلام است. معنی اسلام چی هست؟ گوید چی می گوییم؟ معنی اسلام چی می گوییم؟ زبیر من چی گفتم؟ همین رو بگو. باور کردن به الله. من گفتم اسلام باور کردن به الله هست. گفتم وزیر چند دقیقه پیش. بچه ها محمد صالح من چی گفتم؟ همینجا هستی؟ عمر تو بگو. اینترنت لاس نگیسته است نفهمسش. بچه ها معنای اسلام قبول کردن و اجرا کردن گفته های الله. قبول کردن، من قبول کردم الله هر چیزی گفتی من قبول کردم، با من اجرا میکنم. تو نماز خوندی من نماز میخونم، گفتی زکات میدم. این اسلام میگویند. اسلام چی بوده است؟ یک بار دیگر کنی دخترکو زود فهمیدن. شما برای چی سستید امروز نمیدونم بچه ها بعد از تعطیل. معنای اسلام چی بوده است؟ مصعب بگو. مصعب همین جایی؟ تسلیم اومد. الله تسلیم شدن یعنی هر چیزی که الله گفت اون را تسلیم شدن، قبول کرده باز
عمل کردن اجرا کردن فقط قبول کردن کتی هم نمی شود هم قبول میکنی هم عمل میکنی این معنیش مسلمانی میگن مثلا نگاه کنید یک مسلمان نماز میخواند یک کافر میپرسد که برای چی تو نماز میخونی شما مثلا نماز میخونید همه تو نماز میخونید هم بچه ها یک کافر به شما میگوید که برای چی نماز میخونی شما چی میگوید ما مسلمانم من مسلمانم الله نماز خون من باید نه الله گفتگی هم با ما میکنه بهترین الله نماز خون گفت من باید نماز خونم چون که من مسلمانم گفته الله انجام میدهم قبول میکنم اما کافر که مسلمان است چی میگوید برای چی من نماز میخونم الله اگر گوید که تو نماز خون کافر چی میگوید برای چی من نماز میخونم من نماز نمیخونم من سرم به زمین نمیمونم میفهمید که بای آدم مسلمان نیست از این میبرد که اگر ما ایمان به الله گوییم شما میگوید باوری کردن به یگانگی الله اما اسلام مسلمانی چی بوده است تسلیم شدن قبول کردن گفته الله و هر چی که الله میگوید آن را انجام دادن خوب است انجام دادن تمام اکنون مثلا بچه ها الله به ما میگوید زکاتتون رو دهید معنای زکات چی بود در خاطر کی هست اگر پولی تو به 85 گرم طلا برابر باشد 2.5 فایزش به قنبغلا میدهی الله به ما میگوید که و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاه میگوید آره زکاتتون رو دهید یک مسلمان میگوید که این پول خودم است من به هیچ کس زکات نمیدهم یک آدمی مسلمان میگوید که من تاجیکم مسلمانم و اگر شما گفتید که شما پولتون به 85 گرم طلا برابر شد شما به یگان قنبغل باید در یک سال یک بار زکات دهید او میگوید این پول خودم کار کردگی هست من برای چی به قنبغل میدادم نمیدهم با همین گپش همین آدم مسلمان است یا نه بچه ها مسلمان نیست برای چی مسلمان نیست برای چی مسلمان نیست که الله گفتگیش انکار دیگه آره برای اینکه اون چیزی که الله گفت و مسلمان باید قبول کند این آدم چیکار کرد قبول نکرد و گردن نگرفت یعنی مسلمان باید هر چیزی که الله به تو گفت با قبول کنی با گردن گیری انجام دادی گفتی من با گردن نمیگیرم به من از این چیزها نگو پس تو مسلمان نیستی دروغ میگویی مسلمانی فقط به دهان من مسلمانم نمیشه و داره مسلمان با گفتن و عمل کردن مسلمانیش اثبات میکند اکنون از این به بعد کدام کافر به شما گوید که تو مسلمانی معنای مسلمانی چی هست شما چی جواب میدهید یعنی بچه ها معنای اسلام و مسلمانی چی هست چی جواب میدهید قرآن میخونن نماز بخونن در دو جمله که جواب میدهد زبر گفتگیت درست بود لیکن گفته های الله را اجرا بکنن آره بهترین گفته های الله را اجرا کردن و قبول کردن قبول میدونید الله تو گفتی من قبول کردم من راضی هستم من انجام میدهم باز که جواب دادگی خوب بود نامت فقط نپرسیدم دیگر نفر که باز که میگوید سعید میتوانی بگویی معنای اسلام و مسلمانی چی بوده است بچه ها کی جواب میدهد باز بچه ها کی باز جواب میدهد نفهمیده یا کی جواب میدهد احمد بگو کنی بچه ها ما باید حتما به این سوال جواب دهیم اگر یگان کافر به شما گفتد که تو مسلمان میگوی معنای مسلمانی چی است باید جواب دهیم باز کی جواب میدهد آره عمر بود جواب دادگی چی گفته اجرا کردن قبول کردن اجرا کردن قبول کردنی گفته های الله گفته های الله اجرا کردن و قبول کردن گفته های الله هم این مسلمانی است بهترین خوش رو جواب داد باز که یگان کسی دیگر بگوید معنای اسلام چی بوده است زود کی میگوید باز
نبرم الله بچه ها اگر من با دخترکا شما مسابقه با موندم دخترچه ها شما با غالب می آیند برای اینکه وای زود زود همه جواب دادن شما نمیدونم همه امروز آرام است کی باز میگوید زود که جواب میدید باز یعنی اسلام و مسلمانی قبول کردن و اجرا کردن امرهای الله گفته‌های الله هر کسی که گفتگوی الله را قبول نکرد اجرا نکرد خودش را بر دروغ مسلمان نگوید این همه درسی ما درباره عقیده بود بیاید سر میکنیم اکنون به تفسیر